برادرای محترم، خواهرای عزیز، در زندگی ما و شما خصوصا در مسائل عید و حالی که ما و شما در عید قربان و یا عید اضحی قرار داریم، اکثرا سنت های زیادی است که مسلمان ها او را فراموش کردند و زیادتر بحثا سر سنت هایی است که او را مسلمان ها به یاد دارند. مجموعه از سنت هایی است که ما و شما او را به یاد داریم و هر مسلمان او را تطبیق میکنه. غسل جمعه هست و یا عطر زدن است، خوشبویی کردن است، پوشیدن لباس پاک است، آمدن به طرف عیدگاه است. ولی بعضی از سنت ها هست که به اندازه فراموش شده که حتی تطبیق از او سبب کراهیت بعضی ها میشه. و اگر ما و شما محبت خود با رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان میکنیم و هر مسلمان خوش داره که با رسول الله صلی الله علیه و سلم محبت داشته باشه، با الله محبت داشته باشه و الله او را دوست داشته باشه، دوستی خود با الله ثابت بکنه. کل ما و شما این آیت قرآن هم میفهمیم که قل ان کنتم تحبون الله، ای رسول الله صلی الله علیه و سلم برای امتت بفهمان، بگو که اگر شما محبت با الله دارین، محبت الله با دیگه قسم چیزها حاصل نمیشه. محبت الله فقط با متابعت رسول الله صلی الله علیه و سلم حاصل میشه. فاتبعونی، الله میگه که محبت ما وقتی برای بنده های ما حاصل میشه که از رسول الله صلی الله علیه و سلم متابعت بکنن. همگی میگه ما متابعت میکنیم، ولی آثار محبت و آثار متابعت دیده نمیشه. پس در هر وقت مجموعه از سنت هایی است که باید انسان او را متابعت بکنه تا محبت خود با الله ثابت بکنه. و محبت الله به اساس این آیت قرآن عظیم الشان، به اساس از این آیت قرآن محبت الله با متابعت از رسول الله صلی الله علیه و سلم حاصل میشه. و حتی کفر و ارتداد از کراهیت از سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم حاصل میشه. ذالک بانهم کرهوا ما انزل الله، یک تعداد مرتد و کافر میشن. چرا مرتد شده هست و چرا کافر شده؟ الله میگه ذالک بانهم کرهوا ما انزل الله. وقتی که انسان سنت نفهمید، طریقه مسنونه را نفهمید و سنت هایی که فراموش شده از سوره یاد نداشت، اگر کسی را دید که او را تطبیق میکنه باز او بدش میآید، او سنت بدش میآید. مثلا ما و شما در طریقه نماز رسول الله صلی الله علیه و سلم در صفات الصلات در احادیث میخوانیم که نماز رسول الله صلی الله علیه و سلم چه قسم بود؟ نماز رسول الله صلی الله علیه و سلم خشوع و حضور قلبی داشت. امروز 98% مردم، حتی علمایی که جماعت میتن، آثار خشوع قلبی حاصل نمیشه. چرا؟ وقتی که قلب خشوع حاصل نمود، دست و پای و چشم کلش اما تو خاشعانه حرکت میکنن. در نماز رسول الله صلی الله علیه و سلم در باب صفت الصلاه در احادیث وقتی که شما بخوانین، میگه اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه نماز رسول الله صلی الله علیه و سلم اول خو قرائتشان بسیار طویل بود و رسول الله صلی الله علیه و سلم سر هر آیت توقف میکرد، سر هر آیت توقف میکرد و سر هر آیت تدبر میکرد
و وقتی که به رکوع و سجده میرفت میگن رکوع این رسول الله صلی الله علیه و و قیام رسول الله صلی الله علیه و رکوعشان و بلند شدن از رکوع و سجده رسول الله صلی الله علیه. یعنی شما ببینین رکوع رسول الله صلی الله علیه و رسول الله بسیار طویل رکوع میکردن. حتی بعضی از صحابه میگن که ما فکر میکردیم که البته یادش رفته. باز به مو اندازه که رکوع خود طویل میساخت به مو اندازه در قوما وقتی که استاد میشد سمی الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه سبوح قدوس ربنا و رب الملائکه والروح. باز وقتی که به سجده می رفتن به مو اندازه، حتی گفته که بسیار نزدیک بود که مساوی باشه، وقتی که بین دو سجده هم میشیشتن به مو اندازه که سجده میکردن طویل به مو اندازه در بین از میشیشتن. حالا در بسیاری جایی که نماز بخوانی مردم این چی قسم نماز است؟ ما 6 سالی قسم نماز نخواندیم. یعنی خودش اعتراف میکنه که 6 سال نماز خوانده، یک رکعتشان به طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم نخوانده. در خب یک حدیث است، آنچه که سنت ها هست، نخست نماز است، بعد از خطبه هست. خطبه چی هست؟ خطبه تقریر است، سخن گفتن است. این سنت کاملا فراموش شده که اول نماز بخوانی، اول خطبه میتن بسیار طویل، باز بعد از اون نماز میخواد، باز بعد از یک خطبه دیگه جور کردن. در حالی که ابی سعید الخدری رضی الله عنه میگه که کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یخرج یوم الفطر والاضحى الى المصلى. رسول الله صلی الله علیه و سلم در روز فطر و اضحی به جای نماز میرفت. ببین حتی این سنت هم فراموش شده که ما و شما یک جای خاصی برای نمازی در یک میدان بخوانیم. حالا که به بسیاری کسا بگوییم میگه نه والا صاحب اتر است، نه والا صاحب امنیت است، نه والا صاحب چی نیست، نه صاحب گدودی میشه، فقط برات موانع ایجاد میکنه. در حال ازی که اگر دمی صاحب پانتون ما و شما را اجازه میداد در روی اولیش نماز میخوانیم سنت تطبیق میشه. و این باید گفته شما مثلا برای رئیس پانتون یا برای از اینا حداقل میگه تو خود مسلمان هستی، اجازه بدید ما نماز خودم میدانی بخوانیم، یک سنتی از سنت های رسول الله صلی الله علیه و سلم تطبیق بکنیم. بیایم بریم در چمن حضوری کل ما نماز ایده بخوانیم تا دشمنای اسلام ببینن که قوت و عظمت مسلمانا را. این سنت مصلی رفتن حالا کلگی در مساجد عادت کرده، ولو که مسجدش 10 نفر هم جای میشه در مسجد میخوانه، ولو که در پیشوی مسجد یک میدانی کلان هم باشه. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم به مصلی می رفتن. فاول شیء یبدأ به الصلاه، اولین چیزی که رسول الله صلی الله علیه و سلم میکردن نماز بود. رواه البخاری و مسلم و النسائی و الحدیث صحیح. خب دوم سنتی که فراموش شده مخالفت راه هست. تطبیق کنین امروز همی حدیثه. از راهی که آمدین خیلی سرکی کی طرف آمدی ام دفع ازی طرف نرو. عن جابر بن عبد الله رضی الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم عيد خالف الطريق. وقتی که رسول الله صلی الله علیه و آله نمازیت میرفت راه خودت تغییر میداد، مثلا از راه عادی پس از راه دیگه باید بری. دیگه سنتی که فراموش شده رفتن به عیدگاه پای پیاده هست. روى الترمذي وابن ماجه عن علي رضي الله عنه قال من السنة أن تخرج إلى العيد ماشيا. حالا موت شده علی رضی الله تعالی عنه میگه و حسنه شیخنا فی صحیح سنن الترمذی. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم به نماز عید پای پیاده میرفتن. حالا رواج چی شده که اگه خانهش پالی مسجد هم باشه یا در کیلومتری مسجد هم باشه باید در موتر لکس بالا شو و بیایه. سنت تطبیق که محبتت با الله و رسولش ثابت شود. تکبیرات است ولی، ولتکبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
قد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الفطر فيكبر حتى یأتی المصلى. میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم تکبیر میگفت تا وقتی که به جای نماز به و حتی یقضی الصلاة و تا وقتی که نماز بخونه. فاذا قضى الصلاة قطع تکبیر. وقتی که نماز خواند باز تکبیر چی میکرد؟ قطع میکرد. وقتی ما عمل میکنیم کوشش بکنیم که عمل خودم مطابق طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم بکنیم. دیگه تکبیرات یک جایی مسنونه، طریقه مسنونه نیست. هر کس خودش تکبیرات بخونه. ما و شما دا 20 نفر یک جای میشیم باز یک جایی میخوایم بخونیم. این قسم نیست. هر کس باید هم تو درا روان است تکبیرات هر کس برای خود بخونه. وقتی خواندن نمازی وقتی سنت فراموش شده، ما و شما که به طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم امروز نمازی ده خواندیم باز زیاد گپا را میشنویم یا زیاد تفسیرها را میشنویم. حتی کسایی که ما نماز میخونه باز که برآمد غیبت میکنه. ببین سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است. رسول الله صلی الله علیه و سلم چی میگه؟ عن عبدالله ابن بسر صاحب النبي صلی الله علیه و سلم انه خرج مع الناس يوم فطر او اضحى. عبدالله ابن بسر یک صحابی رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. این میگه در نماز عید فطر یا اضحی فانکر ابطاء الامام. دید که امام بسیار تال میته، بسیار تال میته در نمازی. تال دادن منظورش نیست که نماز صحیح میخونه، ناوقت میخونه، بسیار ناوقت. باش که مردم برسه 8:30 بجه بخوانین، 9 بجه بخوانین. و قال انا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه. میفسه که یا چقدر در نماز تال میته. ما که در عصر رسول الله صلی الله علیه و سلم بودیم در این وقت نماز چی کرده بودیم؟ ختم کرده بودیم، فارغ شده بودیم از نماز. و ذلك حين التسبيح ای وقت النافله. و ذلك اذا مضى وقت الكراهیه. یعنی وقت کراهیت مجردی که آفتاب میبرامد طلوع میکرد، وقت کراهیت میبرامد بعد از اینا به مصلا میرفتن و نماز عید میخواندن. از ما و شما میگیم نه نماز عید بچسباین که نماز پیشین، در حال سعی کنین چقدر نزدیک است. در حدیث میگه که اذا مضى وقت الكراهیه، وقت الکراهه که میرفت وانظر فتح الباری. اگه باز بگپ ما یقین نمیکنی بخوان ببین فتح الباری جلد دوم صفحه 457. و قال ابن القیم رحمه الله، ابن القیم رحمه الله میگه کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یؤخر الصلاه عند عید الفطر. نماز عید فطر پیغمبر صلی کم تال میداد، تاخیر میکرد. و یعجل الاضحى، اما نماز عید اضحی را عجله میکردن. خب اما امروزی سنت هم چی شده؟ این هم فراموش شده. دیگه سنت هایی که فراموش شده ای که در رکعت اول 7 مرتبه تکبیر بگویی و در رکعت دوم 5 مرتبه تکبیر بگویید. اول حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم است. و رفع الیدین نیست. در جایی که رفع الیدین نیست باز رفع الیدین میکنن. باز نمیگه یکی دم بگه وارث، باز نمیگه یکی منسوخ شده، باز نمیگه یکی ناروا هست، چرا مطابق مزاجش است. اما در جایی که باز رفع الیدین ثابت است، 118 حدیث امام بخاری در که رساله رفع الیدین ذکر میکنه و میگه که ابوبکر و عمر و کان ابوبکر و عمر و عثمان و علی و مهاجرین و انصار کلشان رفع الیدین میکردن پیش از رکوع و بعد از رکوع رفع الیدین میکردن، او را رد میکنن. اما در نماز عید که باز رفع الیدین نیست، باز اینجا رفع الیدین میکنه. اگه منسوخ است خب اینجا منسوخ بگیرشه. ببین بعضی اوقات بسیاری کسا مطابق مزاج خود عمل میکنن. اما آنچه پیش ما سند است احادیث صحیحه رسول الله صلی الله علیه و سلم و آنچه که امام ابو حنیفه رحمت الله علیه میگه اذا صح الحدیث فهو مذهبی. اگر کسی میگه من حنفی هستم، حنفی کسی است که به حدیث صحیح عمل میکنه. کسی که باز حدیث صحیح مخالفت میکنه و ادعای حنفیت میکنه و دروغ میگه. چرا امام صاحب گفته که اذا صح الحدیث
وقتی که حدیث صحیح شد فهو مذهبی، مذهب است. و علامه ابن عابدین رحمه الله که از مفتیای بزرگ احناف است و کتابش معتبر است، میگه اگر کسی به حدیث صحیح عمل میکنه ولو که مقلد مذهب باشه، عمل کردنش به حدیث صحیح او را از تقلید نمیکشه. مفتی احناف میگه و پیش ما سندش است، بفرمایین سندش بخوانین اگر زبان عربی را میفهمین. اما بعضی کسا چی است جرا بحث میکنه، باش بگی عربی میفهمی که همین کتاب حدیث برات بتم، باز میگه عربی را چی کنم؟ خب عربی را چی کنیم؟ لغت قرآن عربی هست، تو چطور قرآن میفهمی بدون زبان عربی؟ تو چطور قرآن میفهمی وقتی که صرف و نحو و بلاغت یاد نداشته باشی؟ میگه نه صاحب شما وقتا ضایع کردین، شما رفتین درس خواندین، ما چی کردیم؟ ما عمل کردیم. هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون؟ اینال اینجا سعی کنین. عن عائشة ام المؤمنین رضی الله عنها ان رسول الله صلی الله علیه و سلم کان یکبر فی الفطر والاضحى. ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها که رسول الله صلی الله علیه و نماز عید میخوان، نماز عید میخوان. امروز ما خانمهای خدا و دخترای خدا و خواهرای خدا و مادرای خدا از آمدن به نماز عید مانع میشیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم که خود میبرد نماز عید میخواندن، احکام دین بفهمن. ما باز میگیم نه سه والا ما غیرت دارم، یعنی از پیغمبر که غیرت از زیاد است. و پیغمبری که و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، الله برش وحی کرده. العیاذ بالله این غیرت خود از الله و رسولش که بیشتر میدانه. و ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها وقتی که نماز میخواندن چی میگفتن؟ میگفتن ان رسول الله صلی الله علیه و سلم کان یکبر فی الفطر والاضحى فی الاولى 7 تکبیرات. در رکعت اولی 7 تکبیر میگفتن و فی الثانیه 5 و در دوم 5 تکبیر میگفتن. رواه ابو داود و ابن ماجه و احمد و البیحقی و اسناده صحیح. اذا صح الحدیث فهو مذهبی. بفرمایین دیگه از سنت هایی که فراموش شده، خطبه عید مثل دیگه خطبه ها واره نیست. یک فرق داره و یک اتفاق داره. فرقش است که خطبه عید یک خطبه هست، 2 خطبه نیست. قال ابن القیم رحمه الله و کان صلی الله علیه و سلم یفتتح خطبه كلها بالحمد لله. یعنی بعضی کسا خطبه را با الله اکبر الله اکبر با تکبیرات شروع میکنن. از رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت نیست. به خاطر از اینکه بفهمیم ولم يحفظ عنه في حديث واحد انه كان يفتتح خطبتي العيدين بالتكبير. با تکبیر شروع نکرده. همیشه سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم بود که خطبه خود با حمد شروع میکنه. و این حدیث هم است ولم يصح في السنة ان خطبة العيد خطبتان. عن سعد رضی الله عنه. عالمی که براتان گپ میزنه باید حدیث بده. عالم اساس نیست. ما رجال الدین نداریم، ما شخصیت های روحانی نداریم. عالم کسی است و مقتدا کسی است و به کسی اقتدا میکنیم که به کتاب الله و سنت رسول الله نزدیک باشه و از او برای ما روایت بکنه. و ما وقتی که خطبه را تیار میکنم برای روز عید، در مقابل هر موضوعی که گفته میشه براتان باید حدیث داشته باشیم. در غیر از خود ما در بدعت داخل میشیم. عن سعد رضی الله عنه ان النبي صلی الله علیه و سلم كان يخطب خطبتين يفصل بينهما بجلسه. و عبدالله بن شیب قال البخاری فيه منکر الحدیث. کسی که میگه در 2 خطبه هست، میگه حدیثش همین کسی که روایت کرده منکر الحدیث است. فتبقى خطبه العید واحده علی الاصل. یک خطبه هست. خوشخبری دیگه است که ما اکثرا برای این سنت فراموش شده و بسیاری کسایی را نمیگن. و این خوشخبری برای فقرا هست، برای مساکین هست. خب کسایی که بالایشان قربانی هست قربانی میکنن. کسی فقیر است و مسکین است قربانی نداره. قربانی از او چطور میشه؟ کسایی که فقیر هستن و قربانی ندارن
او امرای رسول الله صلی الله علیه و سلم در قربانی شریک میشن. امرای رسول الله صلی الله علیه و سلم در قربانی شریک میشه. انسانای فقیری که علاقمند قربانی هست تواناییش ندارن. چرا؟ این گپ از کجا گفتی؟ لأن النبی صلی الله علیه و سلم قال عند ذبحه، وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم لأحد الکبشین، یکی از قچها را وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم ذبح کرد چی گفت؟ دعا کرد اللهم هذا عنی، پروردگارا این قربانی از من، و عمن لم یضح من امتی، و از کسانی که از امت من قربانی نکردن، نتوانستند. پس این بشارت است از رسول الله صلی الله علیه و سلم که فقیران، مسکینا، کسایی که توانایی ندارن و قربانی کردن نمیتونن، برشان بگوین که اگر ما قربانی خود ما کردیم، از طرف تو قربانی کی کرده؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم کرده. ببینین عظمت دین مقدس اسلام. دیگه از سنت هایی که فراموش شده که یک قربانی بر یک خانواده هست. شما یک دانه گوسفند میگیرین، انما الاعمال بالنیات، در نیتتان میگیرین که اینمی حیوانه که من ذبح میکنم از من، از خانمم، از اولادایم، از بچه‌ایم، دخترایم، مادرم، پدرم، کل اعضای خانواده چی میشن؟ در این داخل میشن. حالا مثلا یک کسی ببینه که قربانی میگیرن، بعضی کسا در روز عید قربان خانم خدا آزرده میسازه، یکی را خوش میسازه، یکی را خفه میسازه. این قربانی از من، این قربانیگه که دیگه از مادرم، مادر اولادا، تو قرار اونجا آرام بشی. اول اختلاف جنگ در بینشان همین میپرته، بازو میگه اگه کمپیر زنده نمی بود عالمی قربانی از من میشد. باز بعضی کسایی که زن پرست است، بازو میگه این قربانیگه که از من، ای از خانمم، مادر خود باز فراموش میکنه. در حالی که اگه سنت بگوی در خانه هم حدیث بخوان، بگو من وقتی که در مسجد رفتم یک دانه عوض 3-4 تا بزای گوسفندای لاغر و بی کیفیت، یک دانه لکس با کیفیت بگی از کل خانوادت، از کلش میشه. و برش بگو که خانم عزیز این قربانیت مبارک باشه، از توام شد. مادر جان از توام مبارک باشه. با پدرت بگو به توام مبارک باشه. با بچه ها و دخترایت بگو بر شما مبارک باشه. این قربانی از کلگی. ایناله چرا ما و شما سنت هم فراموش است، فراموش است. دیگه از سنت هایی که فراموش شده سنت آشتی هست. ما و شما میخوانیم که ابراهیم علیه السلام به خاطر رضایت الله خود چی کرد؟ آماده ساخت که فرزند دلبند خود ذبح بکنه و قربانی تقدیم بکنه. حالا یک سنت که ما و شما میگیریم که سنت قربانی هست، اما سنت دیگه سنت آشتی هست. یک کسی که شما از پیشش خفه هستین، شما پیش از او کسی که در حقتان ظلم کرده، اگر خودتان ظالم هستین خود در اولویت باید برین. حتی اگر شما مظلوم قرار گرفتین، باید پیش از همون کسی که در حقتان یا حقتان خورده برش بگوین ما به خاطر رضایت الله کت تو آشتی میکنم. در همون لحظه که سن چهری از او سیل میکنی، سن چهری از او سیل نکن، سن حکم الله نظر بکن که الله این روز عید خوشی هست و در این روز باید چی کنی؟ در این روز باید متوجه باشی که الله را خفه نسازی. بسیاری کساس روزه در دانش است، بعضی کساس خوب نماز میخوانه، خوب روزه میگیره، اما بزرگترین سنت که بر والدین است به مادر پدر خود نیکوکار نیست. ات گپ زشت به مادر پدر خود میگه که قلب پدر میکفانه، قلب مادر خودم مشکنانه. الله میگه و بالوالدین احسانا. بسیاری پدرها پیش ما آمده گریه کرده که
از دست اولاد مرا بسیار اذیت کرده، عذر بخوای، معذرت بخوای. اگر مادر و پدر از تو ناراض باشه، باور بگو که در جان کندن هم اگر هم جان بکنی، اگر عبادتت هم الله قبول بکنه. پس نیکی با والدین و نیکی با همسایه ها و نیکی با دوستی ها سنت هایی است که فراموش شده متاسفانه. از دیگه امور مثبت خو این هست، بعضی از منکرات اسیر هم به شکل خلاصه براتان باید بگوییم. منکرات از در عید که بسیاری کسا با وجود از اینکه روزای عبادت است، روزای عبادت است و لیال عشر، الله به شبهای دگانه قسم یاد کرده. در خطبه قبلی درباره از گپ زدیم. اما این روز عید که است و در اینجا نماز عید میخوانی و عبادت الله را میکنی، باید از این منکرات دور باشیم. اول التزین، بسیاری کسا زینت خدا به چی میگیرن؟ به حلق اللحیه، ریش خدا کل میکنن. لعن الله المتشبهین من الرجال بالنساء، الله لعنت کرده اون مردایی را که خدا با زنها مشابهت میکنن. و ریش کل کردن یگانه مشابهت است با امرای خانم ها و زنهایی که مویای خدا و یا چهره خدا مثل مردها میسازه. رسول الله صلی الله علیه و میگه لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال، زنهایی که خدا مشابه با مردها میسازن لعنت گفته و لعنت در گناه کبیره هست. بنابراین ریش کل کردن در گناه کبیره داخل میشه و همچنان مشابهت با کفار هست. من تشبه بقوم فهو منهم. دوم دیگه از مشابهت قضا هست. قضا چی است؟ نیم سر خدا کل میکنن و نیمش هم میگذارن. نیم سر کل کردن نهى رسول الله صلی الله علیه و سلم عن القضا. رسول الله صلی الله علیه و سلم نهی کرده. وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم یک چیز را نهی کرد به معنای حرمت است، حرام است. امروز اکثر مردم جوانا را سائل کنید که متاثر شدن. اونجا نهی رسول الله صلی الله علیه و سلم است و اونجا من تشبه بقوم فهو منهم. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه خدا مشابه با یک قوم میسازن. با قوم اسلام با رسول الله صلی الله علیه و سلم خدا مشابه ساختی، در روز قیامت در صف رسول الله صلی الله علیه و سلم هستی. با عسکرای امریکایی و اروپایی و ناتو خدا یک قسم ساختی، الله در روز قیامت که تو نما حشرت میکنه. پس قضا یک نصف سر کم کردن و نصف سر گذاشتن، یا کلش یکسان کم بکنن یا کلش حلق بکنن یا کلش قصر بکنن. قصر کم کردن است و حلق تراشیدن است، اما قضا حرام است. ولی کسایی که کردن توبه بکنن، دروازه توبه بسته نیست. بعضی کسا میگه والا صاحب اشتباه شد. خیر است، اشتباه شد. هدفی نیست که ما تو را برات محکمه دایر بکنیم، لکن متوجه اشتباه که شدین. چرا الله در اول سه کس بر ما و شما معرفی کردن؟ یکی آدم است، دیگهش حوا است، دیگهش ابلیس است. از آدم علیه السلام یک لغزش کرد، حوا هم یک لغزش کرد و ابلیس هم یک معصیت و خطا کرد. اما وقتی که آدم علیه السلام فهمید فوراً رجوع کرد. بی حوا هم فهمید رجوع کرد. قال ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنكونن من الخاسرین. توبه کردن. الله میگه سعی کنین، میخوای مثل آدم باشی؟ وقتی که فهمیدی حق عمل بکن. میخوای مثل بی حوا باشی تو خانم؟ عمل بکن. اشتباه داشت، اشتباهت اصلاح بکن. اما اگر اشتباهت اصلاح نمیکنی باز مثل ابلیس میشی. وقتی که حق فهمیدی، اصرار در معصیت باز انسان در صف ابلیس قرار میده. دیگه از سنت های ناروا که از بوسیدن است. حتی مولوی مسجد هم ماچ میکنه. ماچ کردن نیست. در حدیث از رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت است که کسی آمد پیش یک صحابی مبارک، گفت وقتی که یک دوست خدا میبینه او یقبله او ینحنی له. بسیاری کساست میای پیش ما کلی خدا، او برادر انحنا نکو. انحنا یک شکل از اشکال عبادت است. من مخلوق هستم، این عالم و این مولوی و این رئیس کلش مخلوقات هستند. این سرت فقط منحنی به خاطر الله بکو. شما خو خط منحنی را میفهمین؟ خط مستقیم باش در وادی سلام علیکی. انحنا از خط منحنی گرفته شده است.
خود اندک هم کج نکو، سرت پایین نکو برای کسی. چی نیاز داری؟ بسیاری کسا رسول هم گفت لا، حرام است، ناروا هست، سرت خم نکو برای کسی. ایو قبله، باز گفت خیلی بوسیش بکنن. گفت این کارم نکو. روی ماچکانی نه برای زنها نه برای مردها. این چپ چپ ماچ کردن نیسته، ناروا هست. وقتی که رسول هم گفت که لا، معنیش که ناروا هست، نکوی کار ناروا را. ایو صافحه، آیا دست برش بده؟ مصافحه با یک دست میشه. این دو دست هم میره بوسو کنین، با یک دست مصافحه میشه. بسیاری کسا الله را خفه میسازه، عبادت به مخلوق میکنه، خود ذلیل به مخلوق میسازه، باش مخلوق خفه نشه، الله خفه شود. نه، الله را خوشحال بساز، مصافحه بکنین و معانقه. اما تقبیل و سرخم کردن و ایگپا، این ناروایی هاییست که در عید میشه. دیگر از ناروایی ها در روز عید فاتحه رفتن است. برادر عزیز، روز عید روز خوشی است. 3 ماه پیش 4 ماه پیش یک کسی فوت کردن، لشکر میره بریم فاتحه اولش است. اینا تنها اجر نداره بلکه مرتکب گناه میشین. روز را که الله روز خوشی تعیین کرده، تو میری غم از اون زنده میسازی. اگه تو مسلمان خوب بودی، برای اولادکای از یک لباس میخریدی، برای فامیلش یک تحفه میدادی، اما میری غم از اون پس دوباره زنده میکنی که الا برین که عید اول فلانی هست. رسول الله صلی الله علیه و صحابه این کار نکرده. اگر یک کسی دیروز و پریروز فوت کرده و برای تعزیتش میرین، او علایده گپ است. اما 3 ماه پیش 4 ماه پیش 1 سال پیش این پارسال مرده، الا برین که عیدش هست، الا برین دوباره غمش هست. ضد گپ الله گپ میزن. دیگه بسیاری کسا هست خوب دیندار است، لکن زنای مسلمان که مردای مسلمان بیخی قول دادن در بعض قوم‌ها رواج است. کمی دید و چت زن نامحرم، برادر، زن نامحرم و مرد نامحرم دست دادنش حرام است، ناروا هست. ولا تقربوا الزنا، به زنا نزدیک نشین. یکی از اسباب زنا دست دادن با نامحرم است. خیاشنه، خواهر خانم، قومای خانم، قومای شوهر، حالا بیخی عادی شده. از رسول الله صلی الله علیه و آله یک کسی پرسان کرد که الحمو امی خسرخیل نامحرم یه چطور است؟ گفت الموت، تو بیخی مرگ است. دم لیور ده، لیور سر لاس ورکو، بیا لیور می خپکیگی. الله در توایی چه مورکو لاس ایورم است. این خواهر خانمت است، خواهر خانمت خبرت نامحرم است. پس اینی یکی از بدعت ها و کارهای ناروایی هست که با زنای نامحرم دست میتن. اما مادر و خواهر یا خب محرم هستن. دیگه تشبه با کفار و غربی ها در لباس است. لباس ها را استایل از کجا میگیرن؟ از کافر میگیرن. تشبه حرام است با کافرها، چی در چهره باشه چی در لباس باشه. و بسیاری کسا را ببینی خوب دیندار است، باز برای خانمش کالای پنجابی جور کرده این تا به اینجا که مجرد میشینه تمام اعضای بدنش معلوم میشه. از این خاطر آدم مسلمان حقیقی کسی است که سر خواهر خود غیرت داشته باشه، سر مادر خود غیرت داشته باشه، سر دختر خود غیرت داشته باشه، سر خانم خود غیرت داشته باشه. و روز یک کسی از شاگردا بر ما در صرف گفت، امیر رقاصه‌ای که چند روز پیش خواندن کرد در کشور کابل، گفت صاحبی چطور است؟ من گفتم شما چطور کردین؟ والا صاحب کماند دادن و اوکی گفتن و بعد دی اشتراک کردن و چک چک کردن. ما گفتم این زن خود دستای خود واده رقصی قسمی میکنه، شیطان پرست است. ما خیر مسلمان حساب نمیکنم. ولی شما چی میگین؟ میگین مسلمان است. آها صاحب مسلمان است. خیر مسلمان که از گفتم به حساب گپ مخونه میگم که مسلمانی کارا میکنه. شما که میگین مسلمان است، آیت قرآن میگه انما المؤمنون اخوه، مؤمنان خواهر برادر یکی دیگه هست. کسایی که بر رقص از این حاضر شده بود، این خواهر خود در مقابل کل جهان کفر رقصان. خواهر دینی از خواهر نسبی که در پیش است. اگر خواهرت است تو خواهرت رقصاندی، امروز که بر رقص از او آماده شدی، کافرها میگه که اینمی انسان به خواهر بر رقص سوار از خانم خودم میرقصانه، خو این هم خواهرش است، وطندارش است، این هم جز دینش است. انما المؤمنون اخوه، خینمی مانا را میده که تو باید خواهر مسلمانه مثل خواهر خود فکر بکنی
وقتی که تو به او راضی هستی، پس معنایش ازی میشه که به خواهر خود، به مادر خود، به دختر خود، به خانم خود هم راضی هستی که همین قسم پیران از جراب جور کنه و برقصه. بسیاری کسا نمیفهمه. از این خاطر آدم خوب فهمیده. بعضی کسا در روز قیامت میخیزه دمی صف روان است، کجاست پیغمبر هستم که زیر بیرقش استاد شوم؟ ملائکه می از دستش میگیره برو زیر بیرق جورج بوش استاد شو. تو خود پیرو جورج بوش بودی، تو خود دوست جورج بوش بودی، تو خود دوست ترامپ بودی، تو خود دوست یهود و نصارا بودی. برو که تزود صف از اونها استاد شو. واه من چی بدی کردم؟ برادرها همینجا من گفتم دستان گفتم اگر دوزخ هم میرین، اگر جنت هم میرین با هوشیاری به جنت برین، اگر دوزخ هم میرین با هوشیاری به دوزخ برین. اما با بیعقلی به دوزخ نرو. بیعقلی به دوزخ است که تو یک کار را میکنی، کار شیطان میکنی، نامت ولی، گر ولی این است لعنت بر ولی. خدا دوست الله فکر میکنه لکن کار شیطان هم میکنه. دیگه از سنت ها از منکرات عید موسیقی ها هست مجرده که برآمدن از نماز عید، باز اول می کسی که از نماز عید برآمده ساز چالان میکنه، در حالی که در حدیث شریف میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم لیکونن من امتی اقوام، ای مردم فکرتان باشه که در امت من یک تعداد قوم ها میاین، یک تعداد علما میاین، یک تعداد مردم های دروغگوی میاین که به نام عالم و مولوی لباس علما را دزدی کردن. چرا؟ یستحلون الحر والحریر والخمر والمعازف. باز میگن زنا پروا نداره، تنها تجاوز جنسی پروا داره، تجاوز نکنه اگر جور آمد پروا نداره. سیکوب رسول الله هم 14 قرن گفته که در امت من این قسم مردم پیدا میشه. بعضی کسا پیدا میشه که برای مردا حریر ابریشم میگه پروا نداره، خمر شراب میگه این شراب خو نخورده، این خو 96 خورده، این خو ودکا خورده، این خو شامپاین خورده. در دبی رفتم در یک جای 70 قسم نامای شراب ها را مانده. هر چیزی که عقل زائل میکنه کلش حرام است و اگر یک گلاس عقل زائل میکنه یک قطرهش هم حرام است. پس این حال ببینید در بین زنا و پالوی خمر و پالوی ابریشم معازف قرار داد، موسیقی را، وسایل موسیقی را. پس این حرام است، وسایل موسیقی حرام است. تنها در عصر رسول الله صلی الله علیه و سلم برای دخترکایی که او را جاریه میگفتند، دخترکای نابالغ، این اجازه هست که اگر دایره میزنه، دخترکای نابالغش 7 ساله و 6 ساله اونو را اگر بشنوی پروا نداره. اما اگر صدای مرد یا زن و خصوصا در این موسیقی که است بسیاری الفاظش شرک و کفر است، خواندنهای ایندی اکثرش عبادت بر بت‌ها هست. بسیاری کسا نمیفهمه رام جانی چی مانه. ما تو میگیم الله میفهمه، اونا میگه الله نمیفهمه، رام میفهمه. و بازی مسلمان امو الفاظ از رو تکرار میکنه. یا خودت مسلمان شو یا مرا نصارا کو. یعنی خانمش معشوقش 3 تا چی داره؟ 3 العیاذ بالله تسلیس، 3 خدا را پرستش میکنه. ای برای اونمو کسی که 3 خدا را پرستش میکنه برای چی میگه؟ برایش میگه که یا خودت مسلمان شو یا تو بیا مسلمان شو، یا من به خاطر عشق تو آماده هستم که 3 خدا را پرستش کنم. و شما از علما پرسان کنید که الرضا بالکفر کفر، رضایت به کفر کفر است. و بسیاری ابیات دیگه‌اش است، وقت نداریم که کلش. پس در موسیقی چندین گناه هست. بعضی کسا میگه موسیقی حرام است. در موسیقی یک حرام نیست، 20 حرام است. الله میگه به طرف زن نامحرم با حجاب باشه سیل نکن. تو در حالت رقص به طرف وضو میبری. چه شد غض البصر؟ وقتی که چشمایت سیل میکنه این حرام مرتکب نشدی. پولت مصرف میکنی حرام نیست، گوشت منفی استفاده میکنی حرام نیست. در روز عید لهویاتی که مباح باشه اجازه هست. که 2 ساعت شیشته، 1 ساعت خنده کرده، 1 ساعت که 2 ساعت صحبت کردن اینی. اما این نیست که موسیقی و چیزا هست. و ما در بسیاری گپای خود گفتیم 20 حرام است در بین یک پارچه موسیقی. بسیاری کساس در خانه زنا داخل میشه صاحب از صبح تا شام در بین زنا شیشته. رسول الله صلی میگه ایاکم والدخول علی النساء، زیاد در بین زنها نشینین، در بین از اون محرم می. و قال رجل من الانصار، میگه یک انصاری گفت یا رسول الله افرایت الحم، گفت آیا نهیدی خسر خیل، خسر بری آمد که خوارای میشیش. گفت که خسر برا و ایوارو اینیا کستن اقربای زوج،
یا چی است؟ گفت الموت مرگ است، مرگ است برات، مرگ است. اما بسیاری کسا را سعی کنی که در خانه چی که حتی خانم خود که دخترای خود بیرون کشیده عید مبارکی میره، ماشاءالله سرایشان فیشن کدگی آرایش کدگی. دیگه تبرج نساء از همین بی‌ستری خانم ها هست. خواهرای عزیز، کسایی که صدای ما را میشنوین، رسول الله صلی الله علیه و سلم چی میگه؟ صنفان من اهل النار لم اراهما، دو صنف از دوزخی ها ندیده میشونن. یک صنف از دوزخی ها کی هستن؟ همین کسایی از مردای هستن که قمچین در دستشان است. بعضی کسایی که مسئول هستن همین سرکا و ترام مردم بیچاره که قمچین زده میرن. و دیگه میگه یه دوزخی ها هستن از مردا. از زنها کی هست؟ نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات. زنای هستن که لباس ظاهرا دارن لکن در اصل در حقیقت اینا برهنه هستن، یا لباسش تنگ است یا چسب است یا کوتاه است. این شرایط لباس، یا با لباس آرایش زیاد کرده یا بوتای صدادار پوشیده. اینا حالا چی است؟ رؤوسهن که اسنمه البخت، میگه سرایشان اینا مثل کوپان شتر واره، مثل که دو دانه لنگیر در کله خود مانده باشه. اینا چی هستن؟ اینا میگن که مائلات هستن، خودشان به طرف مردان میل دارن، ممیلات مردها را به طرف خود جذب میکنن. لا يدخلن الجنه، رسول الله صلی الله علیه و میگه داخل جنت نمیشن. دیگه از بدیها یا منکرات این چی است؟ اسراف و تبذیر است. بسیاری کسا را بینید که خدا نشان میده 8 قسم بادام، 6 قسم پسته، این قسم خوراک ها. برادر اگه تو داری و اون فقیری بیچاره که در خانه تو میگه باز خجالت میکشه، باز در خانه از او که رفت باز یک پرزه هم سرش میره. کجاست پستت؟ کجاست بادامت؟ از او پستای قندک ناوردی؟ از او کیک فلانی ناوردی؟ آیا در عصر رسول الله صلی الله علیه و سلم از بین ببرین خود تکبره، از بین ببرین خودخواهی را. میگه ما پیروی از رسول الله صلی الله علیه و سلم میکنیم. خب کمش بسازه، نه داخل که بیخی از بین بردن نمیتونی، کم بساز بر مردم بفهمن. اما پیسه‌ای که تو داری که تو امیر خریدی، امیال کسایی است که شو 20 نفر سر یک قاب دال خورده، 20 نفر سر یک قاب سبزی شیشته. جواب الله را در روز قیامت چی میتی؟ کسایی است که لباس عید نداره، کسایی است که مصرف عید نداره، کسایی است که 2 ماه 3 ماه گوشت نخورده، گوشت هم کلش از کباب کرده برو خورده برو، کلش. حداقل از حالت فقرا خبر داری؟ از حالت مساکین خبر داری؟ از حالت اون مسلمانایی که مستضعف هستن، مسکین هستن، سرشان بمباردمان است، از حالت از اونها خبر داری؟ حداقل از حالت از او هم خود با خبر بساز که در روز قیامت الله باستره در جمله مسلمانای واقعی بکشه. پس بسیاری کسا چرا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين، سعی که تو میخوای محبت الله را حاصل کنی، الله میگه مسرفین کسایی که در حلال زیاده روی میکنن. مصرف اینجا در حلال است، در حرام کسی که مصرف میگن او رو تبذیر میگن، یکی اسراف به سین است. در حلال زیاده روی، انه لا يحب المسرفین، کسایی که در حلال زیاده روی میکنن الله اونا را دوست ندارن. چرا؟ متکبر است، خودخواه است. و کسایی که در حرام مصرف میکنن، در موسیقی مصرف میکنن، در روز عید برای خود تلویزیون نو خریده، در روز عید وسایل موسیقی زیادتر میره، در روز عید چیزهای حرام میره، برای خانم خود لباسای چسب میره، خودش مویای خود رفته 500 روپیه داده قضا جور کرده. این چیست؟ ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کان اخوان الشیاطین، کسایی که در حرام پول خود مصرف میکنن برادرای شیطان هستند. دیگه از جمله منکرات عید که است، بسیاری مردم ها سر قبرستان میره. روزی سر قبرستان رفتن نیست، شب جمعه، شب مرده بیچاره نه شب داره نه روز داره. این یک گپ دیگه را نو کشیدن. این حلوای چی است؟ شب مرده است. ماشم خیلی شب زنده چی وقت است؟ بازو را خوب بر حلوا را بر سر قبر پرتو دیگه که اگه شب مرده هست، بازو را پس خودش پخته میکنه خودش میخوره. چیز ما در اسلام به نام شب مرده و شب زنده نداریم. اگر مسلمان مؤمن بود دیندار بود هر شب مرده است، اگر کدام بیدین بود هر شب در کلیش انشالله گرز آتشی خورده میره، هر شب گرز کلیش از با یلوای تو گرز مرز از سرش شوسو نمیشه. و دیگه از منکرات عید که است بی‌تفاوتی فامیلا هست در مورد خانواده، اولاد و خانمش. بسیاری کسا را ببینی قرار خودش میگرده، اولاداش تمام روز مردم اذیت میکنن، پتاقی بازی هست. خوب دیندار هم خودم میگیره، باز جیباش پتاقی پر است. این بچهای خود خوب دیندار خودم میگیره. و بسیاری پدراست در قسمت فامیل خود بی‌تفاوت است.
در مقابل خانم خود بی تفاوت است، در قسمت دخترای خود بی تفاوت است، بسیاری کسا در قسمت زن خود بی تفاوت است. میره قرار این همه از نمازید بری قرار اونجا کشتی کج مونده، خانم از دیگه قرار شیشته. او نصیب، او عید مبارک، وعیدت مبارک. وعید یعنی عذابی که ان شاء الله بر تو داده میشه به خاطر بی غیرتی. عید مبارک. از این خاطر بوسو کنین این منکرات از بین خانه ها. اولادایتان متوجه باشین، اولادهایی که مثلا در روز عید حرکت های منفی میکنن، بسیاری بچه ها را ببینید دایره دادی سرن در روی سرکام میرقصن، ماشاءالله درست نیست. صدقه عید میشی، در عید خود نماز بخوان، عبادت بکو، اخلاق بکو، مردم باید اذیت نکنی. در عید اینی چیزایی هستن دوستای عزیز که متوجه ازی باشیم و زیادتر متوجه به فقرا و مساکین باشیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صليت على ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید. اللهم بارك على محمد و علی آل محمد كما باركت على ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید. عباد الله ان الله یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في سوريا وفي العراق وفي فلبين وفي بورما وفي فلسطين وكافة البلاد الإسلامية. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم انصر عبادك المستضعفين. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. برادرای محترم، در عید که هست، عیدت مبارک و داخل آجیا و غازیا و باشی و گپا یاد درست نیسته. در عید که هست یاد بگیرین تقبل الله منا و منکم صالح الاعمال. این هم اگرچه نامده، خب بعضی از صحابه وقتی که دیگرها برشان میگفتن اونا هم امیر تایید میکردن و میگفتن یعنی بهترین تحیه همی است که الله از شما و از ما اعمال نیک قبول کنه. همی هست، دعا هست تقبل الله منا و منکم صالح الاعمال. این که حال بعض رواجا برآمده که داخل آجیا باشی و داخل غازیا باشی و این چی اصلا معنایش هم معنای درست نیست. الله متعال بر ما و شما توفیق اعمال نیک نصیب بکنه. تقبل الله منی و منکم صالح الاعمال.